از هر شخصیت گیمی یه بازیکن خفن. توی این ویدیو 20 تا در وجود داره که پشت هر در یه شخصیت گیمی با بازیکنی که شبیهش هست. پس اگه دری رو باز کنیم که گاد آف وار توش باشه، مسی وارد ترکیب میشه. من اگه بتونم این مسی فنا و رونالدو فنا رو آشتی بدم، به قرآن خدا جامو میذاره تو بهشت. اصلا توی یه ویدیویی من اومدم که شخصیت گیم‌های مختلف واسه یکی نیست بگه تو اصلا گیم مختلف مگه جزئی فوتبال بازی کردی آخه. ببین 10 میخوام باز کنم به عشق آقا مسی، صورتی هم هست یا الله مددی رونالدو در میاد عالی میشه. دونگای آدریانو حاجی، من اصلا دونگای کیه؟ اگه از لحاظش خشن بودن و قدرت بدنی بخوای مقایسه بکنید دقیقاً آدریانوه. یکی نیست بگه تو گیم اصلا بازی نکرد. پس رفتیم توی گیم آدریانو رو پیدا کردیم و به عنوان اولین بازیکن وارد ترکیب شد. آقا آدریانوی عشق، شما توی ویدیوی شرک هم بودی. ببین شماره 11 که فیوریت شماره منه. عدد شانس ما 2 بود، ولی من نمیدونم 2 از 13 لحظه واسه ما الان توی این ویدیوها. ببین 23 نداریم رامین رضاییان باشه. کی افتاد؟ 16 مسی رو در میاره ما بالاخره همین اول. من گادافور یه بارم تو عمرم بازی نکردم، ولی چهره‌ای هم فقط بخوای مقایسه بکنی به مسی میخوره، چون گاد هم تو اسمش داره به مسی میخوره. پس رفتیم توی بازی مسی رو پیدا کردیم و به عنوان دومین بازیکن وارد ترکیب شد. ببین اصلا شما مگه میشه نباشی گاد بازی تو بازی نباشه؟ رونالدو باز اینجا چیکار است؟ خب دوستان، از اونجایی که صورتی ها بهترین ها بودن و توی زندگی آدم مثل لباسی که من پوشیدم همیشه صورتی جواب، ولی کن میخوام هفته باز کنم به عشق آقا رونالدو یا باره کلم ها پدر رو کشیدم بیرون. لفت فور دای ایشون کوچ بوده. ببین از نظر ابهت و اون چیزهایی که توی دستت هست بخوایم مقایسه بکنیم و چهره به پله میخوری به جز شکمت. پس رفتیم توی گیم پدر رو پیدا کردیم و به عنوان بازیکن سوم وارد ترکیب شد. نه بخشید این درسته 20 تا بازیکن ما اینجا بیشتر نداریم، 11 تاشو بیشتر نمیتونیم بکشیم بیرون. احتمال اینکه رونالدو در بیاد از ویدیوی قبلی بیشتره، چون اونجا 26 تا بود. آقا صبر کن، یکی رو میخوام باز کنم. 11 رو باز میکنم. وان پانچ من شخصیت سایتاما ابوالفضلی هم لباسش به رنگ برزیله هم کلش دقیقه خود روبرتو کارلوسه. پس رفتیم توی گیم روبرتو کارلوس رو پیدا کردیم و به عنوان اولین دفاع وارد ترکیب شد. این آقا روبرتو کارلوس عشق مایی، برزیلی، تکنیک بلد، رئال مادریدی. آیدی این استاد خیلی سخت بود خدا وکیلی، من اصلا نتونستم حفظ کنم. حرف از آیدی شد دیگه، آیدی چنل تلگرام خودمون این پایین بذاریم دیگه. ببین الان باید حسشیشون بو بکشه، بگه رونالدو توی کدوم ردیفه، بالا پایین وسط. این من میگم جز این 4 تای آخره 17 18 19 رونالدو، من 18 رو باز میکنم. آقا دیویز نه شبیش ابوالفضلی خدا وکیلی شبیشه، با این که من این اصلا گیمو بازی نکردم. کدوم گیمو تو بازی کردی بجز این فوتبال؟ دارم نداریم تو تیم. پس رفتیم دیویز رو توی بازی پیدا بکنیم، چون بایرن خاص شده بود نتونستیم. پس رفتم کانادا رو سرچ کردم تا ببینم میشه پیداش کنم یا نه. که دیدم تو کانادا هم چجوری میشه. خدا رو شکر البی داشتیم مثلا قلبون شکلت برم روبرتو کارلوس. احتمال اینکه الان رونالدو رو بگیریم دیگه خیلی زیاده. یکو میخوام باز بکنم، پپر رو در میارم، هیتمن بازی. علاوه بر کلی کچلش خشونت درونش هم از پپس، ولی پپه الان پپه الانی خیلی مامانی. از اونجایی که کارت پپر داشتیم رفتیم توی بازی سرچ کنیم تا پیداش بکنیم، ولی یادم اومد که این فوتبال کارت پپر رو حذف کرده بود. الان من چه غلطی بکنم، چه گوهی بخورم؟ الان نمیتونیم شما رو بیاریم دیگه، عذر میخوام. خب ببین الان وضعیت خیلی عالی شد. 2 تا بازیکن نیومدن، از 20 تا 18 تا بازیکن 4 تاشون باز کردیم. احتمال اینکه رونالدو در بیاد بیشتر. من میخوام 14. من یه زمانی 14 میپوشیدم، یه زمانی هم 11 میپوشیدم، دیگه نمیدونم چیا میپوشیدم. رونالدو 17 میپوشید داره، تو پرتغال 17 میپوشید. یا علی مددی. یا علی مدد. گود سی یو لیتر. ببین به سیست این باز نگاه نکن، این به نیت اینه که این بازیکن گوته. نه گوته شما، نه گوته چیز، گوته فوتبال منظورمه. ایشون گوته، ایشون هم گاد. برو ابوالفضل یه ویدیو با هم دیگه آشتی بکنیم، مسی فدا رونالدو فنا. آقا یه بار با هم دیگه باشین، یه بار مسی و رونالدو رو با هم دوست داشته باشین، ول کن دیگه آقا. پس رفتیم توی ترکیب سراغ عشق دلها تا بهترین دنیا وارد ترکیب شد. ببین تمومه. ببین من میگم این وسط بیا یه کوه بسازیم. خب این الان داره به ما کائنات نشونه اینو میده که شما این فلش ساخته واسه کائنات، یعنی شما رو 4 باز کن. ایکر کاسیاس خدا لعنتتون کنه. دریک بودی شما، دریک یکی دیگه بود که چیز بود که بلند ندارین شما رو. خب الان من دروازه‌بان کجا بیارم؟ ببین ما 2 تا گوشه‌های بالا رو باز کردیم، من میگم بیا 2 تا گوشه‌های پایینم باز کنیم. از 14 شماره خودم بود میخوام شروع کنم. باره کلا بابا فرانکلین جیتیای امباپه رو بگیرم. از نظر رنگ پوست و مو بخوای حساب کنی ایشون شبیه امباپه است، ولی بادی عمرن. پس امباپه به عنوان هافبک بعدی وارد ترکیب شد. ای ببخشید این البته این درسته.
ببین حضرت عباسی هافبک هامون و مهاجم هامون تکه، یعنی بهتر از این نمیتونست بده. دفاعمونم ریده باشه، دروازه‌بان خوب داشته باشیم، کار در اومده. از بین اون 20 تا در فقط 11 تا در بود که باز نشده بود و فقط یک در بود که پشتش بوفون بود. باید هر جور که شده اون در رو پیدا می‌کردیم. آقا اصلا دو رو باز کن. نه بذار اول 20 رو باز کنیم. فیل فودن کلات، اصلا این شخصیت کاراچی اینا رو از کجا در آورده؟ از این امیر این الان فقط رنگ موش و البته رنگ پوستش هم شبیه فیل فودن، فیزیکش هم همینه دیگه، خود فیل فودن. پس بهترین کارت فیل فودن رو رفتیم توی ای فوتبال پیدا بکنیم و به عنوان هافبک بعدی وارد ترکیب شد. البته درست دفاع این خوب نیست، ولی ابوالفضلی از نظر اوورالی بخوای حساب کنی تیم تکمیله. دروازه‌بان تو قرآن بده. من یه حس غریبی بهم میگه توی شماره 2 یه چیز خیلی خوب ما داریم. از اونجایی که شانس ما هم روی 2 همیشه خوب بوده، یا علی فقط ببین بوفون رو به من بدی، هر چی دیگه آشغال دادی قبولت دارم، فقط بوفون رو بده. CJ بلینگام، ببین آخه رنگ پوستی و مثلا اگر مو هم شما که این مو نداره بلینگام داره حساب بکنی، فقط رنگ پوست و فیزیک و مو هیکل و بلینگام دیگه. پس رفتیم توی ترکیب بلینگام 102 رو پیدا کردیم و وارد ترکیب شد. ببین بلینگام البته بیاد اینجا این بهتره. حالا فقط 3 تا بازیکن مونده بود که میتونستن سرنوشت بردن یا باختن تیممون رو تعیین بکنن و فقط 9 تا در بود که باز نشده. الان فقط از بین این 9 تا کارتی که مونده 3 تاشو میتونیم باز کنیم، یعنی احتمال اینکه بوفون در بیاد 30%، 33%. ریاضی داشتی؟ به عشق کی بزنی؟ به عشق آرش برهانی. چرا آرش برهانی الان؟ واقعا اصلا چرا؟ من نمیدونم الان، چون شمارش 9 بود. آقا باز میکنم. این کیه؟ این ویکتوره؟ توی آنچاردد این ویکتور بوده. این بیشتر از اینکه شبیه پوشکاش باشه شبیه حمیدرضا آذرنگه. پس با اینکه دلمون راضی نبود، اما چون در شماره 9 باز کرده بودیم، پوشکاش به عنوان بازیکن بعدی وارد ترکیب شد. سیبی آربی از تو هفته این به زور میتونی بدویی. خب این جای شوک داره، اکسلریشن و اسپیدت بالای 90 به جز اسپیدت. من میخوام به عشق آقا کریم باقری سلطان پرسپولیس شماره 6 باز کنم. یا علی مدد بد نیست. نه ابوالفضلی بد نیست، میتونیمش دفاع وسط. مگه نرینه حسرودی به عنوان دفاعی وسط وارد ترکیب شد. ببین اینا خوبه، ایناست که خوبه. وای فقط چه دروازه‌بان میخوام. 10 تا بازیکن توی ترکیب آورده بودیم و مهمترین بازیکنمون که دروازه‌بانه باید از بین 7 در باز نشده انتخابش میکردیم. پس باید بوفونو بو میکشیدیم. چه اصلا بوفون هستش؟ من چی دارم میگم؟ نه هستش حتما. شماره بین شماره 8 15 و 9 20 40 50 60 70 80 90 108 تا باز میکنیم. ریدم دهنت بابا. این چیه؟ دویچر بوده تو بازی دویچر. این هالنده. ابوالفضلی نیست به قرآن. آجی هست دیگه بابا، موهاشم شبیه اون بسته بیشرم. آقا صبر کن. اگر من ابوالفضلی از بین 15 و 19 انتخاب دیگه ای اصلا نمیکنم، انتخابای قبلی اگر بوفون در نیامد فقط همون هالند رو میذارم تو گل. وای سایر است 19. همتون مثل همین. اما از اونجایی که دوست نداشتیم هالند وارد ترکیب شد. آسمون ما نمیای پرواز. اگه چنل تلگرام ندارین همین الان این آیدی که دارین پایین میبینین چنل تلگراممونه. خیلیاتون جوین نیستین. این چنل تلگرام ما 3-4 سال داریم، چجوری جوین نیستی تو؟ آقا سری جوین شو. پس حالا با ترکیبی که از شخصیت‌های گیمی چیدیم به سمت بازی اول میرویم و ما حریف اول دیویژن 2 3200 با 2700 دیم. این از ترکیب ما، اما ترکیب حریف کارمون خیلی سخته با هالند. حاجی من لگم ابوالفضلی. حاجی این قبول نیست. ببین تموم کردم رسالت خودمو. روبرتو برو نره. وای آدریانو اسکوری قشنگ لونه مسی اونجا راه میدیم. پاسشو بعد بده اونجا رونالدو. فوش بعد داره زدم میزنه. یه شیرجه برو مرد حسابی. آخ پله ناموسن بزن این بر بازکاری قشنگ. خود کوچو را بندازیم این وسط. خود کوچ بابا پنالتیه دیگه. بگیر دیگه. نیمه اول اصلا خوب بازی نکرده بودیم. آدریانو اصلا نمیتونه دروازه‌بانی بکنه. تنها راهمون این موتی گل بزنیم. شوت کن هالند، تمومش کن. باریکلا. ببین 2-1 حالا بیا بازی کن. حاجی چرا اینجوری سان میکنه پوشکاش؟ خدایا. فودن بزن بره بیرون. فقط فودن حریفش تعویض میکرد. واسه بهترین کار این بود که ما اتکینگ لیونل مسی رو قرار بدیم تا مسی بره جلو بلیس بزنه. شاید تونستیم گل بزنیم. وای
بده پله بده پله بده پله پاسو بده پله حرکت کن پله شوتش کن شوتش کن شوتش کن شوتش کن وای وای بگیرین شوت نکنه بگیرین شوت نکنه واسه تو بگیریم نگه نه 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 وای نرو 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 وای حاجی سلکت میکنه گلو نمیخوره آفساید آفساید بود آفساید بود آفساید بود What the fuck بازی اول به خاطر نداشتن دروازه‌بان به بدترین شکل ممکن و تحقیر شدن باختیم و 0 امتیاز به دست میاریم. بهترین چاره و راهکارمون این بود که فرمیشن ترکیبمون رو عوض بکنیم و دفاعمون رو بیشتر بکنیم تا حریف نتونه از پشت محوطه خیلی بهمون شوت بکنه. پس ما پر به دفاع بردیم و این کار رو انجام دادیم. شاید با ترکیب جدیدی کشیدیم نتیجه بگیریم. پس حالا با تیم شخصیت‌های کارتونی به سمت بازی دوم میرویم و اما حریف بعدی دیویژن 1 296 جهان و اما ترکیب حریف خیلی خوبه. از اون یکی ترکیب حریف خیلی خوب بود. پس ترجیح دادیم اماپا رو دی ام اف کنیم همچنین بلینگام هم دی ام اف کردیم و حتی پله هم به ای ام اف آوردیم. بیمون باید زرنگی انجام بدیم. وقتی دو تا کانتر تارگت داریم اون جلو مسی رو نمیتونیم کانتر تارگت بذاریم حتی اگر وینگر وایسه. پس باید ادوانس اتک رو اتکینگ بزنیم روی لیونل مسی. زمانی که ضد حمله میزنیم مسی بره. برو تو باش. وای وای بزن. شوت نکنه. روبرتو بیا آی خدا چه عجب بگیر واقعا نمیدونستم چیکار کنم. یه سری تغییرات تو ترکیب انجام دادیم تا شاید بتونیم گل بزنیم. باز کن رونالدو شوت بابا چرا اینجوری شوت کردی تو عمرت تو اینجوری شوت نمیزنی؟ نمیدونم چیکار کنم آجی بدون دروازه‌بان نمیشه واقعا. نخوری نگاه اول فاز نمیتونی توپ دفع کنیم اصلا. واقعا نمیدونستم چیکار کنم. تیم به بدترین شکل ممکن ریده بود. هر شوتی که زده میشد گل میخوردیم و 4-0 باختیم. پس 0 امتیاز به دست میاریم. هیچ امیدی به گل نخوردن نداشتم. پس بهترین حمله واسه ما گل زدن بود. ترکیبو عوض کردم. اتاکینگ روبرتو و اتاکینگ مسی رو گذاشتم و مطمئن بودم که میبریم. پس با شخصیت‌های گیمی به سمت بازی سوم یا بازی آخر میرویم. و اما حریف آخر دیویژن 3 و اما ترکیب حریف ببین اصلا واسه مهم نیست. فقط باید گل بزنیم. سرعت بالا بده اماپه بده رونالدو به عقب هالند به عقب پله بره پله شوتش کن بزن بره تو گل. ببین وای آفساید چی؟ برو عقب وایسا دیگه. بوشکش بده مسی. پاسکاری قشنگ. خود مسی رو اونجا راه میندازی. مسی ارسالشو انجام میده اونجا. امباپه بالاخره گل رو میزنم. ببین وقتی نمیتونی دفاع بکنی پس حمله کن. Bir kenarda bir köşede görmesen de varlar. بیا عالی. تنها جایی که تاثیر گذاشتی همینجا بود. همینجا وایسین دو نفری. ببین تمام بوشکاش تو رو اول فاز درست پاس بده. خب فقط برو واسه آروم ساده به رونالدو راه بنداز. رونالدو خود چوت بکش اینجا سر اینجا هالند عقبت بزن هدر رو باریکلا بابا گل دومه. بوشکاش سن تو اینجا چیکار میکردی؟ آخ خطریه باریکلا پاس بد بود پاست. فیل فودن تمومش کن فودن تمام میکنه کارو بابا بلیتشو میزنه. جونم شماره 47 برخلاف همه بازی‌ها که کرده بودیم نیمه اول عالی بازی کرده بودیم. تونستیم 3 تا گل بزنیم و یه دونه گل بخوریم. باید همین روند رو ادامه میدادیم تا اولین بردمون رو به دست بیاریم. نباید گل بخوریم آخ پوشکاش واش نباید دست بدیم بردمون رو. پله ارسالش کن وای گلچی آبارکلا رفتیم واسه ارسال قشنگ بزن هالند هدر رو بزن وای تمومش کن تموم گله بیا اینجا. واسه بود رونالدو اماپه مسی تک به تک میخوام ازت پاس بده مسی همونش هالند. پشمام ریخته حاجی از دست. پنالتی؟ ببین گل نشه خیلی سفیدی گل نشه.
پشمام چه جوری میشه؟ برو مسی ارسالش کن بلند حالا دادم تمام. ببین از این غلطا نکن با من. ریدم تو اون شانست، یعنی ریدم تو اون شانس سفید تاجی. سگ تو شانست، هر چی میزنم یا آفساید یا تیرک یا میگیره. آفساید نبود؟ آفساید نبود؟ بده اینجا بده اینجا. رونالدو پاسش کن بزنش کنند. سگ تو روح پدرت. دروازه‌بان تو دروازه‌اش نیست. بازی کنم میگیره تو با. امباپه وای هالند بزن. وای صد خودمون رو گذاشتیم، تمام تلاش خودمون رو کردیم که ببریم اون بازیو، ولی از اونجایی که حریف خیلی سفید بود فقط یک امتیاز به دست میاریم. همیشه وقتی نمیتونین دفاع بکنین و مطمئنین که گل میخورین پس باید برای دفاع گل بزنین، ولی سفیدی حریف هم مهم.